5 تا ترفند کاربردی ویندوز 10 که لازمه همه اونو بلد باشن و تو این ویدیو قرار بهتون بگم. شماره 5: اگر چندین تا پنجره روی صفحه دسکتاپتون بازه و فقط با یک پنجره کار دارید، کافیه نوار بالای اون پنجره رو بگیرید و دستتون رو شیک کنید. اینجوری همه پنجره‌های دیگه مینیمایز میشن و اگه می‌خواید دوباره پنجره رو برگرده، کافیه این کارو تکرار بکنید. همه پنجره‌ها باز میشن و به حالت ماکسیمایز برمیگردن. شماره 4: برای پین کردن پنجره‌ها روی دسکتاپ فقط کافی از کلیدهای ترکیبی ویندوز و 4 جهت اصلی استفاده بکنید هنگامی که پنجره مورد نظرتون توی حالت انتخابه. اینجوری به سمت راست، چپ، بالا و پایین پنجره‌ها پین میشن و میتونید راحت‌تر ازشون استفاده کنید. شماره 3: فعال کردن کلیپبورد هست. اگه نمیدونید کلیپبورد چیه، باید بهتون بگم. وقتی شما یه چیزی رو کپی می‌کنید و می‌خواید یه جای دیگه اون رو جایگذاری یا پیست کنید، به آخرین چیزی که فقط کپی کردید دسترسی دارید. اما با فعال بودن کلیپبورد به هر چیزی که کپی کردید میتونید دسترسی داشته باشید. برای این کار فقط کافی وارد بخش ستینگ بشید، از قسمت سیستم برید تو کلیپبورد و اون رو فعالش بکنید. شورتکات ترکیبی کلیپبورد هم کلیدهای ویندوز و وی هستش. شماره 2: نحوه گرفتن اسکرین شات توی ویندوز که دو راه دارید. یا میتونید کلیدهای ترکیبی ویندوز و پرینت اسکرین رو بزنید که یه اسکرین شات کلی از صفحه دسکتاپتون میگیره و توی پوشه پیکچر براتون سیوش میکنه، یا میتونید از کلیدهای ترکیبی شیفت، ویندوز و اس استفاده بکنید که یک نوار بالای دسکتاپتون میاره و به وسیله اون میتونید فقط بخشی از دسکتاپتون رو که میخواید ازش اسکرین شات بگیرید و توی کلیپبوردتون ذخیره میشه و هر جا میخواید میتونید ازش استفاده کنید. ترفند آخر: استفاده از ایموجی توی ویندوز. فقط کافیه کلیدهای ترکیبی ویندوز و دات رو بزنید، اینجوری صفحه استیکرها باز میشه و میتونید ازش استفاده کنید. امیدوارم که واسهتون کاربردی بوده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا